فصل دوم. قسمت اول. هنگامی که دو برادر آلاجیق تارا را ترک کردند و پس از آنکه آخرین صدای سم اسب‌ها رفته رفته در فضا محو شد، اسکالت که در آن لحظات به جای خیش ایستاده بود، مثل اشخاصی که در خواب راه می روند، به طرف صندلی بازگشت. صورتش مثل اینکه از درد خشک و بی‌حس شده بود و دهانش همانطور که تصنعی لبخند می‌زد و تا آن لحظه سعی فراوان کرده بود دو برادر از راز نهانش با خبر نشوند درد می‌کرد. اندوناک به روی تشک افتاد و یک پایش را به زیر خود جمع کرد. قلبش از فشار بدبختی گویی متورم شده بود و این احساس آنقدر رو به تزاید رفت تا اینکه حس کرد سینه‌اش از تراکم اندوه می‌خواهد متلاشی شود. با ضربات خرد کننده‌ای می‌زد. دست‌های کوچکش سرد بود و احساس مصیبتی بزرگ او را در هم می‌فشرد. در سیمایش اثر بیچارگی و زبونی نمودار بود. بیچارگی طفل نازپرورده‌ای که تا آن سن همیشه آرزوهایش برآورده می‌شد و حالا برای اولین بار قیافه تلخ و هراسناک زندگانی خود را به او نمایانده بود. اشلی با ملانی هامیلتون ازدواج کند؟ اوه نه، چنین چیزی امکان ندارد حقیقت داشته باشد. حتما این دو برادر اشتباه کردند. قطعا با این حرف می‌خواستند شوخی کنند. اشلی ممکن نیست عاشق ملانی باشد. نه او، هیچ کس ممکن نیست عاشق این دختر ریز و مردنی بشود. اسکالت اندام باریک و کودکانی ملانی و صورت بیحال او را که شکل قلب داشت و از سادگی به مرحله زشتی می رسید، به تحقیر و نفرت مقابل چشم مجسد می کرد. قطعاً اشلی او را خوب ندیده. از سال پیش که آن مهمانی بزرگ را در کشتزار 12 بلوط داد، بیش از 2 بار به آتلانتا نرفت. در این صورت پیداست که اشلی عاشق ملانی نمیتواند باشد. برای اینکه چه؟ نه، اسکالت اشتباه میکرد. اشلی واقعا عاشق شده بود و او، اسکالت، آن مرد را دوست می‌داشت و خودش هم میدانست که دوستش دارد. صدای پای سنگین دایش که کف چوبی سرسرا را می‌لرزاند به گوشش آمد. با شتاب پایش را از زیر بدنش بیرون آورد و سعی کرد چهره‌اش را به همان صورت آرام اولیه برگرداند. او خیالی بیهوده می‌کرد. دایش هرگز قادر نبود تردید کند که غمی اسکالت را می‌آزارد. به عقیده او، این دختر صاحب روح و جان خانواده اوها را بود. اسرار آن فامیل اسرار خود او بود و همینطور فکر می‌کرد اگر اسکالت رازی در دل دارد باید بر زبان جاری سازد. اگر دایه‌اش به سببی حدس می‌زد که اندوهی اسکالت را رنج می‌دهد، مثل یک سگ شکاری که صید خود را تعقیب کند، آنقدر بیرحمانه موضوع را دنبال می‌کرد تا سرانجام او را مجبور به اعتراف می‌کرد. اسکالت هم به تجربه می‌دانست که اگر حس کنجکاوی دایه‌اش برانگیخته شود و نتواند او را با جوابی قانع کند، بلافاصله دایه‌اش قضیه را پیش مادرش الن طرح خواهد کرد. و آن وقت است که دیگر راه‌ها بسته می‌شود و ناچار باید زبان به اقرار باز کند یا دروغی موجه و پذیرفتنی برای راضی کردن آنها بتراشد. دایه سر از عمارت بیرون آورد. زنی بود تنومند، مسن و با چشمان ریز و زیرکانه که به چشمان فیل بیشتر شباهت داشت. صورتش از سیاهی برق می‌زد. از آن کنیزهای آفریقایی الاصل بود که با وجود تحمل مهنت‌های بسیار از دورانی که برای مادر الن خدمت می‌کرد تا امروز که برای دخترش اسکالت جانفشانی می‌کرد، باز هم حاضر بود تا آخرین قطره خون خود را فدای این خانواده کند.
این دایه مهربان که به او مامی میگفتند گرچه کنیز بود و رنگ سیاه داشت، ادب و غرور باطنیش در بسیاری موارد از اربابان خودش بیشتر بود. او زنی بود که در خوابگاه سولانژ روبیلار مادر الن اوهارا بزرگ شده بود. سولانژ بانویی بود متکبر و سختگیر. از خاندانی فرانسوی و توانگر و سرشناس که از کوچکترین خطای اخلاقی نمی‌گذشت. کسی اگر گناه می‌کرد ولو فرزندش به شدت او را تنبیه می‌کرد. مامی پیش این زن و بعداً نزد دخترش الن خدمت کرده بود. وقتی الن عروسی کرد به همراهی او از شهر ساوانا به این سرزمین آمد. مامی هر کسی را بیشتر دوست می داشت، بیشتر تنبیهش می کرد و برای حسن ادب و اخلاق او بیشتر سخت می گرفت. از آنجا که به اسکاله دلبستگی زیاد داشت و برای قبول مسئولیت تربیت او افتخار فراوان می کرد، طبعاً به او سختگیرتر و بیرحم‌تر بود. وقتی نزدیک اسکالت آمد و او را تنها دید، یک مرتبه دست به کمر زده با تعجب پرسید: چطور؟ پس آقایون کجا رفتن؟ تا این وقت گشنه نگهشون داشتی؟ بعدم ولشون کردی؟ من به پورک گفته بودم 2 بشقاب زیادتر سر میز شام براشون بذاره. چطور یک کلمه بهشون تعارف نکردی؟ واقعا باریکلا به این تربیت دختر خانم. خیلی خوب، طرز مهمون نوازی رو بلد شدی. مامی از پس این 2 نفر از جنگ صحبت کردن حوصله من به کلی سر رفت. میترسیدم سر میز شام هم باز همین حرفا به میان بیاید و پاپا عصبانی شود و سر موضوع آقای لینکلن داد و فریاد را بیاندازد. این حرف چیه میزنی؟ من از این قصه میخورم که تموم زحمتهای من و مامانت سر تربیت تو به هدر رفته. تازه اومدی و برای من توی این هوای سرد با این لباس لخت هم اینجا نشستی؟ واسه چی شال گردنتو نیاوردی که روی شونه‌هات بندازی؟ دیگه همینش مونده که حالا سرما هم بخوری. یالا پاشو بریم تو خونه. اسکالت بالا قیدی نگاه خود را از چهره مامی برگرفت و به طرف افق خاکستری فام متوجه شد. در باطن خوشحال بود که دایه کنجکاو نتوانسته بود به راز درونش پی برد. متفکرانه گفت: نه مامی، دلم میخواهد اینجا بنشینم و غروب آفتاب را تماشا کنم. نگاه کن، میبینی چقدر قشنگ است؟ اگه ممکن است تو به عمارت برگرد و شال مرا بیاور. من همینجا می نشینم تا پاپا به منزل برگردد. مامی با تردید گفت: دختر جون، صدات امروز یه جوریه. مثل اینکه میخوای سرما بخوری. اسکالت با بی‌حوصلگی گفت: نه نترس، سرما نمیخورم. خواهش میکنم برو شال مرا بیاور. مامی با جثه سنگین خود اردکوار به طرف بنا بازگشت. چند دقیقه بعد اسکالت صدایش را شنید که فریاد میکرد: روزا، شال خانم اسکالت رو بیانداز پایین. 1-2 دقیقه پس از آن از نو صدای خشمناکش را شنید: بیا ارزه، گفتم شال 2 شیرزه اسکالت رو، این چیه پایین انداختی؟ خودم حالا میام بالا. لحظات بعد اسکالت ناله پله‌های چوبی را شنید. به پا خاست و آهسته آهسته به جانب عمارت خرامید. برابر در مامی از نو سخنرانی خود را راجع به رعایت نکردن آداب مهمان نوازی و خطای بخشش ناپذیری آغاز کرد که او مرتکب شده بود. یک وقت اسکالت حس کرد که قلبش از شدت اندوه نزدیک است از کار بایستد و آن وقت در چنین موقعیتی هم باید سرزنش‌های دایه را بشنود. آهسته در سرسرا شروع به قدم زدن کرد و در عین حال به فکر افتاد که باید هر طور هست خودش را در جایی پنهان بسازد و آنقدر صبر کند تا این آتش سوزنده در وجودش تخفیف پذیرد. مبادا این التهاب رازش را از پرده برون بیاندازد. در همان دقایق یک مرتبه فکری به یادش آمد و از تجسم آن فروغی از امید در وجودش ظلمت زده‌اش تابیدن گرفت.
آن روز پدرش قرار بود به خانه ویلکس برود تا برای خرید یکی از کنیزهای آن خانواده به نام دیلسی ترتیبی بدهد. دیلسی در مزارع ویلکس سمت قابله و در عین حال سرکنیز را داشت و مورد علاقه آن خانواده بود. قریب 6 ماه قبل از آن تاریخ با موافقت خانواده ویلکس، دیلسی به همسری پورک سرپیش خدمت منزل اوهارا در آمده بود. اما چون زن و شوهر نخواهی به 2 فامیل مختلف تعلق داشتند، ناچار بودند از هم دور زندگی کنند. پورک عرصه حیات را به روی ارباب تنگ کرده بود تا هر طور هست همسر او را خریداری کند و به همین خانه بیاورد تا هر دو کنار هم در مزارع ارباب کار کنند. آن روز بعد از ظهر آقای اوهارا که پیمانه صبرش از تقاضای پیاپی پیش خدمت لبریز شده بود، با اسب به آنجا رفته بود تا برای خرید او پیشنهاد بدهد. اسکالت با خود فکر می‌کرد. تردیدی نیست که پدرم وقتی به آنجا رسید خواهد فهمید که این شایعه وحشتناک حقیقت دارد یا نه. اگر هم کسی در آنجا مستقیما از این راز با او سخنی نگوید، بیشک از غیر عادی بودن مجلس و هیجانی که بر آن خانواده حکم فرما خواهد بود حدس خواهد زد که خبری در کار است یا نه. اگر می توانستم پدرم را قبل از شام برای چند دقیقه تنها ببینم، به آسانی خواهم فهمید که اوضاع از چه قرار است و آیا این شوخی لوس که از دهان این 2 برادر بیرون آمده اساسی دارد یا نه. موقع بازگشت جرالد اوهارا نزدیک می شد. اگر اسکالت می خواست او را تنها ببیند، چاره جز این نداشت که در مسیر همان جاده مشجر که به طرف بنا می آمد بایستد و به استقبالش بشتابد. با احتیاط از پله‌های جلوی عمارت پایین آمد و با دقت به اطراف و پنجره‌های بالا نظر کرد. هیچ کس نبود و هیچ صدایی شنیده نمی‌شد. وقتی اطمینان یافت که دیدگان کنجکاو دایه سیاه‌پوست از لابلای پرده نازک تور نگران او نیست، با 2 دست دامن سبز فنردار را گرفت و با سرعت هرچه بیشتر بنای دویدن را گذاشت. با تمام قدرتی که دمپایه‌های ظریف توردارش می توانست او را ببرد پیش رفت و در مسیر جاده مشجر نفس زنان دوید. درختان پرشاخ و برگ سدر در 2 جانب گذرگاه شنریزی شده صف کشیده بودند و در هوای تیره غروب دالانی نیم تاریک و دراز در مسیر او ایجاد کرده بودند. همین که خود را به گوشه پوشیده از شاخ و برگی رساند و حد زد که در این نقطه دیگر کسی متوجه او نخواهد شد، قدم‌های تند خود را آهسته کرد. در آن لحظه به علت تنگ بودن شکمبندش به سرعت نفس می‌زد. آرام آرام در پناه درختان جلو رفت تا به جاده اصلی رسید. باز هم چند گام دیگر پیش رفت تا خود را به انحنای جاده و در پشت انبوهی از درختان پرشاخ و برگ برساند. چهرهش افروخته و قلبش در سینه می‌تپید. آنجا به روی کنده درختی نشست و نفسی به راحتی کشید. چشمانش یک لحظه شاهراه را مقابل را ترک نمی‌کرد. اکنون موقعی بود که پدرش میبایست برگشته باشد. در عین حال زیاد از دیر آمدن او ناراحت نبود. همین تأخیر به او فرصتی میداد که خود را آرام کند و تبسم ظاهری را بر لب آورد تا سوء ظن پدر را برنیانگیزد. همانطور که نمای مقابل را مینگریست، هر لحظه امیدوار بود که صدای نزدیک شدن سم اسب پدر را بشنود. پدر را ببیند که مثل همیشه شتابان نزدیک می آید. ولی هرچه ثانیه ها با کندی سپری شدن، از گم شده خبری نرسید. نگاهش خیره و اضطراب نهانش رو به فزونی می رفت. با خود فکر می کرد. غیر ممکن است. چنین چیزی ممکن نیست حقیقت داشته باشد. این خبر دروغ محض است. اما خدایا، پس چرا پدرم دیر کرد؟ چرا پیدایش نیست؟ نگاهش در امتداد جاده مارپیچ تا منتهی علیه دشت که خاکش بر اثر باران صبحگاهی به رنگ سرخ خونی در آمده بود،
پیش می رفت و در خیالش دنبال راه گرفته از شیب تپه سرازیر شده و پس از عبور از رود فلینت و طی مسافتی در مصب باطلاقی رود به تپه دیگری رسید که مزارع پهناور 12 بلود در آن قرار داشت. آنجا در میان کشتزار وسیع بنایی زیبا و سپید قرار گرفته بود که با ستونهای متعدد صورت یک عبادتگاه یونانی را داشت که اشلی در آن زندگی می کرد. اوه اشلی